سلام بچه، خوش شد به یه پارت دیگه از استیم لایف سیمولیتور. و آقا این پارت قرار خیلی کارا کنیم، تو رو خدا تا آخرش ببینید، خیلی مهمه آقا، بدون معطلی لتس. خب آقا اومدیم تو گیم، به یه ذره کسنه چیز منظورم بیخیال. ما سیستم همین اولی خواهی روشن میکنیم. خب میریم برینیم. خب $10 پول ندارم. آقا بذار با واسه این اسم انتخاب. ببین تو اسمت از من میشه نه چیز کچله کسکش کیریه کله کیری. آره اینم اسمش میشه محمد کچل کسکش، بهترین اسم. خب ما میایم، هیچ گویی نمیخوریم واقعا، چه زنم نمیرسه. میایم بانک، من یادمه میشد اینجا وام گرفت. خب میشد اینجا وام گرفت. ترانسفر تو اکانت، ترانسفر تو والت، ما ترانسفر تو بانک، ترانسفر تو والت که نه بایستا گت لون سنگت وای دیلی 1000 خورده. خب ببین ما 10 روزش میذاریم get alone، بعد دیز. اوکی ما اینو میگیریم یه برون ور. ببین ما الان یه کار هوشمندانه میکنیم. وایسا ما الان 4 که وام گرفتیم دیگه، درسته؟ وایس بذار اول توالت بخرم، دقیقا میخوام برینم $10 پول ندم، ریدنمون اوکی بشه. خب ما کویک میدیم از اینجا، من بیرون میایم اینجا، میریم یه دور میخوابیم، نمیتونیم بخوابیم، میایم آیو میزنیم، انم نداریم تو اینونتوری ما، میایم افو بازم میایم اینجا، همینو گذاشو میگیریم میریم تا شهر. ببین ما اینجا رو گذاشتیم الان، بعد ما 2 تا رفتیم ماینر خریدیم، پولا رو ریختیم توی یه جوره ویدارا کردیم تو دستمون و الان میایم اینجا، میایم توی بخش ماینر که این داره کار میکنه با سیستم ما، اینم بذاریم کار کنه. ما میایم اینجا یه ذره بریم ببینیم وضعیتمون چجوریه. یه فسنت یه نت خوبم برم بگیرم فسنت. خب توربو بگیرم فکر که میخوام کارایی کنم، یا پرمیوم. نه توربو میگیرم. خوبه آقا، خیلی نت بهتر شد. خب ما اینجا الان چقدر ماینر داریم؟ اینو یه سیل میدیم، یه ذره پول بیاد دستمون چون که هیچی تای کارتمون نداریم. ما اینجا میایم توی فودشاپ یه استریم طولانی انجام بدیم. ببین ما الان استیرمو انجام دادیم، استیرم بسته شد، ما این گیم رو زماندیم دیگه، خفه خون بگیریم یه تک. خب ببین ما الان استیرمو انجام دادیم، سیو استیرم هم زدیم. خب یه دقیقه اینو بیار پایین، اینم ببند. استیرم لب ما $50 اونجا گرفتیم، $20 اونجا شد، $70 اینجا هم 40 تا شد، $110 ما از اینجا گرفتیم. خب و این تستش هم که چی دیگه بگم واسه تون. ما باید الان بریم توی کجا باید بریم استیرم همون سیف میشه، من نمیدونم آجی. فکر کنم بریم تو بیس کجا
استریم ستینگ نورمال که امروز سیو استریم زدم ولی نمیدونم کجا سیو شده. فکر کنم باید برم همینجوری تو یوتیوب آپلود یوتیوب بذار بیاد. من میگه توربو نخریدم ولی که آپلود داشبورد یک بیت. من اینجا ویدیو آها ایناهاش 11 ساعت ما استریم کردیم، 11 خورده ای. ما این آپلودش میکنیم اول. خب آقا الان صبح شد، بذارید من یه شاشی برم یه بار دیگه اوکی یه دونم این یه جقی هم تو همون بزنیم که نه چیز الو نه اینم پابلیش. ای زن تو من آجی دمت گرم، خیلی وقت خود ندیده بودمت. خدا زن تو منو حفظ کنه. یعنی X C L اوکی. خب اینم از اینم رفت. گیت پیدم که فعلا $3 الان فعلا حوصله ندارم بگیرم. دکمه بود ولی اوکی بیخیال. ما میایم توی خونه، یه جا بریم خونه بخریم. وایسا ببینیم خونه چنده. میایم میریم توی خونه. نداره اینجا؟ نمیدونم واقعا. من واقعا نمیدونم خونش کدومه. لطفاً اگه میدونید به من بگید. من واقعا نمیدونم کجا باید خونه بخریم. باید بریم جلو در خونه یا نه از اینجا باید بخریم خونه؟ تو رو جون جدتون بگید، من واقعا نمیدونم. اوکی این از اینا. ما میریم اینجا اینو میگیریم. بعد میریم توی ریل استیت. ریل استیت میفروشه خونه دیگه. این خب ما میخوایم توی شهر یه دونه جای عادی بگیریم. 6 که خیلی خوبه. ببین این خونه که من این خونه رو میشناسم واقعا خیلی خوبه. بذار من دیگه چیا داره. بابا نمیخوام اینو دیگه. باشه من دیدم. اینو بزن. یا ابوالفضل این دیگه چیه؟ میخواد نداشت ماینر پر کنی. اینم هست. این چند $؟ 12 کیه. این چی؟ 17 کی. اوکی ما بریم سر بزنیم به کریپتو ببینیم چقدر واسه ما پول جمع کرده. یه ذره مانی بگیریم ازش. کریپتو 1 دانه که نشده. اوکی 4000 تا. پشمام یه دونه بیتکوین چقدر زیاده. اوکی ما الان $500 تو کارتمون داریم. آلردی داریم. و یه ذره نریم قمار بد نیست. ممکنه دفعه یه چیز خفن بده. مثلا یه کیس $200 زدم به مالم. باز میکنم چشمامو میبندم آجی. هر چی افتاد بهم بگی. تو رو خدا چیز خوبیه. چی افتاد؟ 1 2 3. اوکی خوبه جدی خوبه. $50 بده باز کنم. من دوباره جا میبندم. یه چیز خوب. صدا 1 2 3 باز کردم. چیرم تو. من زدم به مالم دوباره 200. الان که شما نمیبندم. زدم به مالم. وای رید $200 بده. اینه آقا ببین من این آخرین پارت ولی میرم. ولی با سانسور دیگه بگاه میرم اگه سانسور نداشته باشه. ما هیچ گوی دیگه نباید بخوریم واقعا. میره فوچاپ بذاره غذا سفارش بدیم.
7 تا. بیا بیرون. بیا تو زامازور. یخچال نداره؟ بذار ببینم یخچال داره. یخچال. اوکی این ماشین لباسشوییه. اینا یخچال خوبه قیمتش. من 200 دلاریه رو میگیرم فعلا. تختم داره. الان میام یه دقیقه گو نخور. تخت من همینی که دارم بهتر از این است. خیلی گرونه. بذار همون درامو فعلا اونجا اون چیزا بمونه. وای 2 ساعت دیگه باید بخوابیم. اوکیه. رواله ما یکیشو برمی‌داریم همین اول کاری میخوریم. بقیه رو میذاریم تو اینونتوری. بقیه رو میذاریم همینجوری 1 2 تا 3 تا و 4 تا. یا چقدر من سفارش دادم. من اینم میخورم دوباره میخورم. بخور دیگه. اوکی بذار اینجا. چقدر پول دارم من؟ چرا اینو باز کردم؟ من چقدر پول دارم؟ اینجا ستند آل. من 494 تا بودم پول دارم. بریم بذار یوتیوب هم بریم ببینیم چک کنیم چقدر پول گرفتم از یوتیوب. 3 دلار. کلاً 3 دلار. دهن تو 3 دلار چه گویی بخورم. سیملاو ببند. اینم ببند. برو تو وب. اینو بیا بیرون. بایسته میگه من ماینر رو نذاشتم سیستم منم کار کنه. خب این از اینم بذار کار کنه و ما بریم بذاره بچرخیم تو شهر. خیلی خوبه باشه. مثل قبلش گویی هم بخورم. وایسا صدا چیه؟ یه نفر اومد تو خونه. خب ما میایم یه کاری میکنیم. میایم تو وب و زامازور. آقا من اینو بخرم ویدیو رو تمام میکنم. میریم واسه پارت بعد. یه کامرا میخوام. یه کامرای درست حسابی هم میخوام. سن 190 دلاری اوکیه. 190 دلاری اوکیه. استندم به نظرم بخرم بهتره. یه دونه میخریم. از پولم نمیرسه بخرم. موسپد نمیخوام. چه گویی میخوام بخورم با موسپد. خب ببین من یه چیزی ولی یادم نخریدم. قبل از اینکه اینو خاموش کنم یه دقیقه اسکرین اینجا تو رو جد یه دونه پایین‌تر از 300 دلار داشته باش. تو رو خدا این همینه نداره. اوکی آقا تمومه. خب استاپ دیگه. اوکی بخیاله این باگ خورده. بذار ما یه استیپی بزنیم و گیم سیف شه و دیگه. آره دیگه خب آقا بذارید من شاشامو برم. خب آقا ما داشتیم چی میگفتیم؟ آقا خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو دیدید. اینم باگ خورد.
خیلی ممنون از اینکه ویدیو دیدید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حرفی نمیمونه. من یه دقیقه یه کاری کنم. وایستا 1 ثانیه من یه کاری کنم. آقا این باگ خورده به خیاله. خب آقا مرسی از اینکه ویدیو دیدید که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کلی لذت برده باشید و آقا تا یه ویدیو دیگه فعلا خدافظ.